باید خودتو توی موقعیت درست قرار بدی و دیگه غر زدن و گریه کردن و کنار بذاری. دیگه به این نگاه نکن که بقیه چی دارن، به این نگاه کن که اونا دارن چی کار میکنن. اگه تو هم شروع کنی میتونی به دست بیاری. تو از زندگی چیزی رو نمیگیری که فقط بخوایش. تو از زندگی چیزی رو میگیری که براش زحمت کشیدی و به دست آوردی. اگه الان جواب نمیگیری معنیش این نیست که اون کار جواب نمیده. معنیش فقط اینه که روش تو جواب نمیده. حالا وقتشه که خلاق‌تر بشی. دوباره برگردی سر برنامه‌ریزی. به مربی یا راهنمای جدید نیاز داری یا باید تغییراتی ایجاد کنی تا مسیر درست رو پیدا کنی. از کجا بدونی که میشه موفق شد؟ چون آدمای دیگه انجامش دادن، پس تو هم میتونی. فقط لازمه که سیستم رو درست اجرا کنی و راهنمایی ها رو بپذیری. از آدمای موفق یاد بگیر و راه اونا رو ادامه بده. اون موقع میتونی نتیجه بگیری.